خوش آمدید به برنامه خبری رادیو آزادی. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما تا 15 دقیقه دیگر. نخست میبینیم که امروز 19 نوامبر کدام موضوعها را داریم. در دوشنبه وای فای اینترنتی بیسیم رایگان را تحت نظارت میگیرند. کاربران از این تشبوس خوشحال نیستند. سیرای شخصی میشد، در یک سال همه شخص سیر دارد، اپایان خبردار میشن. عمر کوتاه درختان گلگشت کلوب. بعد رفتن پرزیدنت تاجیکستان اکثر درختان آرایشی و سایه‌افکن گلگشت نوبنیاد خشکیدند. ها مرا فاسون کردن ای ترسا اینا جنوبی محترم ما رفت اومد دید اینا یک گوشپس هم خشکید. آسان کردن جمع‌آوری امور و وسیله نوی درآمد. مقامات تاجیکستان برای تاکسی ران‌ها داشتن راحت را حتمی کردند. همون آدمان نمیبریم به پوتیوفکم مثل کارمندون یمی گایی من میکنه غم میتن برای این بعد بسیار جریمه شم بلنده. شهرداری دوشنبه ترتیب نوی استفاده وای فای را در پایتخت تصدیق کرده است که نظارت از بالای استفاده اینترنت بیسیم در جایهای جمعیتی را بیشتر میکند. ترتیب برای ماندن کاری وای فای در دوشنبه روز 15 نوامبر از سوی رستم امام ملی قبول شده تا آغازی هفته روان رسما اعلام گردید. مقامات میگویند هدفشان پیشگیری از سوء استفاده اینترنت رایگان در پایتخت میباشد. تا امروز برخی از باغ‌های دوشنبه، مهمانخانه و آسایشگاه‌ها و فرودگاه پایتخت برای مشتریان خود اینترنت رایگان بیسیم پیشنهاد میکنند. بعضی از شهروندان به همکاران ما گفتند که نظارت از بالای وای فای را قبول ندارند. اگر مثلا نظارت باشه ما استفاده نمیبریم. برای چی؟ خیلی سیرای شخصی میشد، در یک سال همه شخص سیر دارد، اپایان خبردار میشن. ضمناً در این روزها ایران اینترنت ندارد. فرستاده خاص آمریکا در امور ایران گفت که واشنگتن تلاش میکند این مشکل مردم را حل نماید. براین هوک دیروز در صحبت با رادیوی فردا چنین گفت. ما شاهد درویگی رژیم ایران هستیم. من با شما یک مثال میارم. آنها در ایران اینترنت را منع کردند. در عین زمان رهبر روحانی، پرزیدنت و وزیر کارهای خارجی توسط شبکه‌های اجتماعی و اینترنت پیام‌های خود را پخش می‌کنند. اما آنها نمی‌خواهند مردم ایران آگاه شوند که چگونه آنها اعتراضگران را می‌کشند، تعقیب می‌کنند و امکان نمی‌دهند که زندگی بهتر داشته باشند. مردم ایران می‌دانند که این یک رژیم منافق هستند. این یک مافیای فساد دینی است که طول 10 سالها دارایی مردم ایران را می‌دزدد. دسترسی به اینترنت در ایران یک روز بعد از آغاز اعتراضهای گسترده قطع شد. یک بار بلند رفتن نرخ بنزین و معیارگذاری شدن آن مردم ناراضی را به خیابان‌های ده‌ها شهر و ناحیه‌های ایران برآورد. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی پیدا شدند نشان می‌دهند که قواهای حکومتی به اعتراضگران تیرخواری می‌کنند. طبق اطلاع رسمی در پی اعتراضهای 3 روزه اخیر 6 نفر و بنا به اطلاع منبع‌های مستقل بیش از 40 نفر کشته شدند. برمیگردیم به تاجیکستان. در گلگشت نوبنیاد شهر کلوب که 2 ماه پیش از جانب پرزیدنت تاجیکستان باز شد، اکثر درختان آرایشی و سایه‌افکن خشکیدند، در حالی که برای باغسازی گلگشت میلیون‌ها سومانی صرف شده است. نظرهای نیز وجود دارند که احتمال درخت و گلها با اقلیم مطابق نشدند، اما ساکنان میگویند بار اول نیست که مقامات محلی طرحها را زود و سراسیمه‌وار اجرا میکنند، اما بعداً چنین مکانها ولنگار و درختان خشک میشوند. گزارش محمود جان رحمتزاده را در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم. در آغاز تیر ماه گلگشت سفر امیرشایف در مرکز شهر کولاب بازسازی و با درختان و گلزار آرایش داده شد. اما این آرایشات طبیعی باغی نو در طول 2 ماه شروع به خرابشوی کرد و درختان و گلزار که با حضور رئیس جمهور افتتاح شد پای هم خشک می شوند. اینا مردک اومد کرد اتاجو ها مرا فاسون کردن ای ترسا اینا جنوبی محترم ما رفت اومد دید اینا یک گوشپس هم خشکید. کجا شدی قرار از خدای او مردک؟ میامیو برای خشامتگویی میشیده یگان تا دیگه بعدی رفت دیگه اهمیت نیست. خو را گودک میشکنه خو که بولدوزر میارن با ایسر میکننشون.
خشکشوی درختان و گلزار باغ قبل از همه ساکنان را نگران کرده است. تا بازسازی این گلگشت در این مکان درختان سایه افکن زیاد بود و یادگاری از افسران جنگ جهانی دوم نیز قرار داشت. ساکنان محلی در شهر کولاب نیز میگویند تا بازسازی در این مکان در سایه درختان بزرگش استراحت میکردند، ولی حالا از آن درختان هم نشانی نمانده است. کسانی که در همینجا سمیخچک زوشتگی انا دلش بسوزه مقصد همی خلقی ما در همین قصول ای سال بنیاییش همین قدر عبودی را دیده است، همین را باید قد دیلای نان قدرش را بدونه. آدمی در کار است که نگاه کنه دلش بسوزه مقصد یک فرزند چخیلی کلان میکنی او را مثل فرزند بدونه، یک مهنت کنن، یک زحمت کشن برای عبودی وطن. بازسازی این گلگشت را با سرمایه‌گذاری کمیته انداز و وزارت مالیه تاجیکستان شرکت مگا تکنیک انشاءات انجام داده است. به اطلاع مقامات وزارت مالیه تاجیکستان این گلگشت با مبلغ حدود 15 میلیون سامانی بنیاد گردیده است. اخیراً وزیر مالیه در سفر کاریش به کولاب با وضع ناگوار این گلگشت شناس شده دستور داده است که شرکت ساختمانی باید درختان تازه آورده شناند. گلگشت سفر امیرشویف در شهر کولاب 3 هکتار زمین را در بر میگیرد. برای بازسازی گلگشت سفر امیرشویف بیش از 600 بیخ درختان آرایشی و سایه افکن و بیش از 650,000 بیخ گلهای موسمی و دائمی شناندند. اما این اولین طرح آبادانی در منطقه کولاب نیست که بعد سفر و بازدید پرزیدنت درختانش خشک می شوند. متاسفانه کولاب یگانه منطقه نیست که بعد زیارت پرزیدنت کمبودی‌های انشاءاتی نو بنیاد آشکار می‌گردند. مثال دیگر از نویه ظفرآباد است که ماه اوگوست امسال امام علی رحمان در آنجا باغی به نام صدرالدین عینی را به استفاده داد، ولی بعداً صحنه‌سازی ساختمان چون رو زد آنها سنگ‌های مرمر را به مجسمه نچسباندند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در تاجیکستان برای ماشین‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و سازمان‌ها طلباتی نو جاری شد. یعنی هر راننده‌ای که به حمل و نقل بار و مسافران مشغول است حتما باید از وزارت نقلیات برگه راه را خریداری کند. در عکس حال جریمه می‌شود. این برگه ها برای چه لازمند و نظر راننده‌ها و کارشناسان به این نوگانی چیست؟ در گزارش نوبتی با هم تماشا می‌کنیم. تاکسیران‌های پایتخت از راهخطها هیچ منفیت نمی‌بینند. تنها همین که از چند وقت به این طرف آنها باید هر هفته بر عوض 72 سنت یا تقریباً 7 سومانی برگه راه بگیرند. ناظران راه هنگام منع کردن تاکسیران‌ها داشتن این حجت را می‌پرسند. В основном одамон намеброям би путевкам, мисол кормандон ями гаи ман мекра гам метан. Барои ями бад мисол ҷаримашам баланда намекунам. Ло гаи лицензия ҳамаш мепурсад. Нигоҳ мекунам? Обязательно. Фарғура. Барои чӣ? Барои ки нозирони роҳ гам намедиҳанд. به قول مسئولان وزارت نقلیات برگه های راه تنها برای جمع آوری آمار درباره حمل و نقل بار، مسافران و جلوگیری از فعالیت غیر قانونی ضرورند. 27% بارکشانی تجارتی بدون نظارت از جانب صاحبان خصوصی انجام داده می شود. با مقصد جریمه نشدن، تاکسیران ها اکنون باید با شخصان حقوقی شرطنامه امضا کنند، یعنی راهخط بگیرند. А статистики отчеты зачем нужны, спрашивается? حسابات آماری برای چی لازمند؟ با مقصد معین کردن رشد ساحه، معلوم نمودن آن که مسافران اساساً به کجا می روند. جریان بارکشی به کدام سمت است تا که ما توانیم لایحه ها را برای تطبیق راههای اتومبیل گرد عملی سازیم. делать проекты по реализации автомобильным дорогам. از نگاه جامعه شناس عبدالملک قادروف، استفاده برگه های راه بازمانده از زمان سابق شوروی است. به این هم هر یک شرکت و سازمان در هر 3 ماه در نزد اداره آمار حسابات می دهند. اکنون با حتمی کردن استفاده راهخطها چند اداره کاری یکدیگر را تکرار می کنند. برای مقامات کشور همیشه یک منبع معلومات کافی بود. همین کفایه است. اگر یگان معلومات علاوه‌ای ضرور باشد بگذار آن به ورقه های اداره آمار داخل کرده شود. در این حالت صاحبکاران برای حسابات دادن در نزد مقامات نظارت علاوه‌ای وقت زیادی خود را صرف نمی کنند. سلطان مراد احمدوف، یکی از مؤلفان راه اندازی برگه های راه میگوید اخیراً در شبکه‌های اجتماعی زیاد درباره آن بحث شد که حجت زیرین یک وسیله نوی ستاندن پول از اهالی می باشد. Все там включено в
ارزش برگه ناچیز است. با آن نرخ خودی ورقه و خدماتی که رسانیده می شود داخل می باشد. دیگر یگان مسئله به ما دخل ندارد. ارزش راهخط زیاد نیست. برای ماشین های سبوگرو هفته 72 سنت. اما اگر این رقم به شماره عمومی ماشین هایی که به مسافرکشانی مشغولند جمع کرده شود، ماه بیش از 40,000 دلار را تشکیل می دهد و این مبلغ به بودجه شعبه نظارت ماشین های سبوکرو می رود. سوالی به میان می آید اگر مقامات به آمار نیاز داشته باشند، پس برای چی مردم باید این مبلغ را پرداخت کنند؟ خودی همان وزارت نقلیات و کمیته آمار از حساب پول اندازسپارندگان فعالیت می کنند. ما با این نهادها پول می دهیم تا آنها کارهای مفید را انجام دهند. مفید برای ما، نه برای خودشان. کارشناس باور دارد که اگر هدف مقامات نه درآمد بلکه آسان کردن جمع آوری آمار است، جاری کردن برگه های راه ضرور نبود. استفاده از برنامه آنلاینی در تلفن های موبیلی جمع آوری معلومات را تیزتر و کارکرد آن را آسانتر می‌کرد. دانشگاه‌های معتبر جهانی به داوطلبان از تاجیکستان شانس می‌دهند که با شرط و شرایط تحصیل در این مؤسسه آشنا شوند و برای داخل شدن تلاش ورزند. چنین امکانیت در دوره نمایشگاه بین‌المللی تحصیل فراهم می‌گردد که تقریباً هر سال در دوشنبه برگزار می‌شود. این نوبت نیز دانشگاه‌های زیادی در نمایشگاه برتری خود را به خواهشمندان معرفی کردند. افسانه اکوبرشو هم آنجا بود. لطافت 1 سال در اندونزیا و 6 ماه در مالایزیا تحصیل کرد، اما با این قناعت نکرد و به نمایشگاه تحصیلات آمد که در آن تعدادی از سازمان‌ها معلومات برنامه‌های تعلیمی تحصیل در خارج کشور را معرفی می‌کردند. برای اون می‌خواستیم که بیایم بسیار آپت بسیار بگیریم، تجربه بسیار بگیریم و بیایم در اینجا کشور خود را آباد کنیم. هرچند یوسف حالا دانشجو است، اما در این نمایشگاه برنامه‌ای را انتخاب کرده است که حق پیشنهاد ادامه تحصیل در انگلیس را برایش فراهم می‌آورد. طلبات‌ها همین که چی سوالی که به ما بود ما دادیم، جوابش گرفتیم. انا چیوینینگ میگن یک پروگرام هست که استودنت میتواند به یگان مقصد به پول میتواند داخل شود در دانشگاه بخونه مقصد آموزش بگیره. شما حالا امتحانش را سپارید یا که نه معلومات گرفتیم، انشالله قفوش میشه. پرویز ختم کرده برنامه گلوبال یوگرید است. او میگوید پس از شرکت در برنامه‌های چنین سازمان‌ها راه‌ها و امکانیت‌های نو برایش فراهم می‌شود. راستی گپ بسیار فایده دیدم از این برنامه، چون که بعد از برگشتن به تاجیکستان در چند سمت‌ها عموما در خود زندگی برای کار یافتن، موفق شدن بسیار مثلا یاردم کرد اشتراک در این برنامه. حکومت ایالات متحده آمریکا بار چندم است که چنین یک نمایشگاه تحصیلات را در تاجیکستان برگزار می‌کند. ما فکر می‌کنیم که این خیلی خوب است. این مناسبت‌های ما را تقویت می‌بخشد. به جوانان امکان می‌دهد که تجربه و دانش خود را تکمیل دهند. همزمان این مناسبت‌های کشورهای ما را باز هم نزدیک‌تر می‌کند. در نمایشگاه تحصیلات که در کتابخانه ملی آغاز به کار کرده است، حدود 20 سازمان معلومات درباره امکانیت‌های خود را برای تحصیل در خارج کشور پیشنهاد کردند. هفته تحصیلات بین المللی در تاجیکستان تا روز 22 نوامبر ادامه می‌کند. و در شمال تاجیکستان پدری از ضربات پسرش به بیمارخانه افتاده است. کارمندان ملیسا مرد 32 ساله را بازداشت نمودند و او در قصداً رساندن ضرر وزنین به سلامتی متهم می شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر می دهد که حادثه صبح 16 نوامبر در شهر کانی بادام رخ داد. به قول منبع بازداشت شده در پی جنجال با پدری 76 ساله خود با دست و پایش به اعضای بدن او زده است. در نتیجه پدرش جراحت وزنی جسمانی می‌بردارد. تفتیشات در این زمینه ادامه دارد و طوری میگویند این چه شوری است که در دور قمر می‌بینم. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از همه شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر البته در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org و صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس هستند. صبح فردا فراموش نکنید که ما همه شما را در نوید بامدادی منتظر میشویم و تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما.